یک شهروند تاجیکستان روز 3 مارس سال 2023 در یک صدمه در ولایت اوقتیپه یا اکتوبینسک قزاقستان جان باخته است. در این باره رسانه‌های قزاقی از جمله اوردا کایزه با نشر عکس‌ها از محل صدمه خبر دادند. بنا به گزارش‌ها صدمه روز جمعه 3 مارس در شورای سمار شمکند در نزدیکی شهرک قلیبای نویه ارغیز ولایت اوقتیپه رخ داده است. گفته می شود در این قطعه را ماشینکش یا افتواز تمغه والوو با ماشین بورکش تمغه دف برخورد است. در نتیجه راننده دف که شهروند تاجیکستان بود در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اسم او نشر نشده است. رانندگان فورا و واسطه های دیگر نقلیات از تاجیکستان از راههای قزاقستان بیشتر با مقصد انتقال بار مسافران به یا از روسیه استفاده میبرند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی قزاقستان در 9 ماه سال 2022 در راههای این کشور بیش از 10,000 صدمه رخ داده. این صدمه ها سبب مرگ حدود 1700 نفر شدند.